اولین سال من در هنرستان سینما خیلی سریعتر از چیزی که فکر می‌کردم گذشت. وقتی وارد این رشته شدم فکر می‌کردم قراره فقط فیلم ساختن رو یاد بگیرم، ولی خیلی زود فهمیدم سینما فقط فیلم ساختن نیست. سینما آدم هاست و من خوششانس بودم. تو کلاس ما فقط 7 نفر بودیم. شاید کم جمعیت ترین رشته هنرستان. شاید همین باعث شد بیشتر کنار هم باشیم و بیشتر از هم یاد بگیریم. از طرف کلاس های مشترکی هم با بچه های تئاتر داشتیم. هرچند هم کلاسی نبودیم اما بینمون دوستی های خوبی شکل گرفت. بین همون آدما کسایی بودن که از بچگی روی صحنه های تئاتر بزرگ شده بودن. کسایی که تجربهشون از سنشون بیشتر بود. صحبت کردن با اونا برای من خودش یک کلاس درس بود. کم کم با هم در مورد فیلم ساختن حرف می زدیم. رویاهای بزرگی داشتیم، میخواستیم فیلم بسازیم. ایده هامون رو مطرح می کردیم، نقشامون رو تقسیم می کردیم و برای آینده برنامه می ریختیم. فقط یه مشکل داشتیم، هنوز اونقدری تجربه نداشتیم که فیلمنامه‌ای بنویسیم که از اون راضی باشیم. برای همین عجله نکردیم، تصمیم گرفتیم بیشتر یاد بگیریم، بیشتر ببینیم و بعد فیلممون رو بسازیم. و درست وقتی احساس میکردیم که همه چیز داره شروع میشه، همه چیز متوقف شد. فقط یه هفته مونده بود که تجهیزات فیلمسازی رو تحویل بگیریم. قرار بود دوربین، تجهیزات و صدا برداری، امکانات تدوین در اختیارمون قرار بگیره تا تمرین کنیم، اما جنگ شد. و بله، مدرسه ها تعطیل شدن و کلاس ها مجازی و تمام اون برنامه هایی که براشون هیجان داشتیم ناگهان رو هوا موند. تابستانی که قرار بود پر از فیلم سازی باشه خالی شد. و حالا احساس میکنم اولین سال سینما بیشتر از اینکه به من یاد بده چگونه فیلم بسازم، به من یاد داد چگونه دنیا رو ببینم. این اولین سال من در سینما بود.